تحول در وضع جهانی و چالش‌های پیرامون افغانستان مورد بحث قرار داد. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطمئن هستم که همه ایتان خسته هستید، ولی صحبت‌های من خسته کننده نیست. خوب با گوشای دل بشنوید. قبل از اینکه ما به صحبت‌های خود بیاییم، بعضی دوستا گفتن به خصوص جوانای دکتر ما، دانشمند ما ناامید بودن، گفتن که ما خیلی مبارزه میکنیم ولی نتیجه نداره. یک وقت در یکی از کشورها باران نمیشد، مثل که ما شما مسلمانان نماز استسقا میخوانیم، به خاطر باران باریدن دعا میکنیم. اونا مسیحی بودن و یا هم یهودی بودن، ولی عقیده بر خداوند داشت، اهل کتاب بودن. همگی رفتن به دشت که نماز بخوانن، همگی در امو گرمی عرق ریزی میکردن و بالاخره تا دشت رسیدن. فقط یک طفلک بود، ای در وقت رفتن با خود چتری هم گرفت. کل مردم حیران ماند که این طفل ببین، ما به خاطر از اینکه باران بباره دعا میکنیم، نماز میخوانیم، به خداوند زاری میکنیم، اینجا باران نمیباره، یک سال شد باران نیست و این طفل نمیدانیم که دیوانه هست، نمیفهمه یا چطور. این با خود چتری را آوردم. از طفل پرسان کرد که تو چرا چتری را با خود آوردی؟ این برش گفت که به خاطر که خدا دعای ما را قبول میکنه، باران میباره. ما شما بالای فعالیت‌های خود باید باورمند باشیم. وقتی فعالیت میکنیم و باور نداشته باشیم، به معنی عزیز که خود را بازی میدیم. من شخصا خود بازی نمیدم. من باور دارم ما اگه امروز ایستاد هستم، فردا یکی از کسانی میباشم که باعث تغییر مثبت در کشورم میباشم. و شما هم، البته من شما را دعوت میکنم که شما هم در امی گروه با ما یک جا شوید، بالای خود باور داشته باشید، بالای فعالیتتان باور داشته باشید. البته فعالیت خود را سالم‌تر بسازیم و نفع کشور ما شما خواهیم.